سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل آریان آلفا. من آریان هستم و امروز اومدیم با معرفی یه مود خیلی خفن، ولی خب یه کوچولو قدیمیه ولی هنوز خیلیان نمیشناسنش و خیلی مود خفنیه. اینجوریه که تمام ابرقهرمانا و ویلین هایی که میشناسید توش هست، ولی خب چند تاش کمه که میتونید با اضافه کردن مودها، با اضافه کردن بیاید اینجا اینو بزنید و اینجا اگر حالا نتتون قوی باشه کلی مودها رو میاره که اگر بزنید دیگه تمام مودها میاد. حتی برای انیمه مثلا وان پانچ من و اینا رو هم میاره توش و همه چی دیگه توش هست دیگه. فلش هست، آیرون من هست، این آرک ریاکتوراش هست. اینو بزنید بعد میشه پرواز کرد باش. من یه ذره لگم، فقط میتونید اینجوری پرواز کنید. وی رو بزنید این چیزا رو میاره. حالا خیلی چیزای خفنی داره که بعداً اگر لایک های این ویدیو رو 20 تا برسه خیلی بیشتر براتون توضیحش میدم. بریم با آموزش دانلود کردنش. خب رفقا، وارد این قسمت که شدید وارد TL مادز میشید و اینجا روی این کرییت میزنید و میذارید فورج بمونه، میرید 1 7 10 و یه اسمی هم واسش میذارید و کرییت رو میزنید. بعدش که کامل شد میایید مودز و اینجا کلمه فیسک رو مینویسید. اینجا فیسک سوپر هیرو براتون میاد، همینو میزنید و همینجوری به همین راحتی مودتون دانلود میشه و اینجا میایید و اینترنت گیم رو میزنید و میرید داخل گیم و لذت میبرین. این مود خیلی خفنیه. توی سوروایول هم میتونید کلی کار انجام بدید که اگر لایک های این ویدیو به 20 تا برسه من کامل توضیحشو میدم واسهتون توی یه ویدیو دیگه. و همینطور اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و همینطور منو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.